شرافالدین گدایف به من زنگ زد، صحبت کردیم، این پیشنهاد رو کرد. من نظرم رو آشکار گفتم. همین ملاحظه‌ای که الان گفته ایستادم به شرافالدین هم گفتم که ما این کار رو راضی نیستیم، اما با شما برای کار میخواهیم، ولی راضی بودن نمیتونیم، چون قبلا هم گفته بودیم، حالا هم میگیم که یک کاری بیفایده، یک کاری پاپولیستی هست و برعکس بیشتر اپوزیسیون تاجیک رو همچون یک اپوزیسیون که فقط کاری رسانه‌ای کردن میخواد، فقط حرفی کلان میزند، این خیلی معرفی خواهد کرد. ما باید خیلی کارها رو خاموش و آرامانه انجام دهیم، بدون تشکیل کدام حکومت و کدام تقسیم قدرت ها و منصب ها و پرتفل ها. هر کس کاری خود را انجام بدهد. وقتی که ملت پیروز شد یا ما در عرفه پیروزی، در عرفه یک کاری جدی باشه، اون وقت می شود در این باره صحبت کرد، در این باره حرف جدی زد. اما حالا ما تقریبا هیچ کاری را انجام ندادیم. ما چگونه حکومت تشکیل کرده میتوانیم که حتی در یک سازمان ها و در یک ائتلاف ها یک جای کار کردن نمیتوانیم. میبینید یکی ترک میکند، نه یک بار و دو بار، چندین ائتلاف ها را ترک میکند، میرود میآید. یا اینکه میبینی که حتی در داخل حزب و حرکت های خودمون یک نقطه نظر نیست، حالا حکومت نیستیم و چقدر اختلاف نظرها است در شبکه ها و ما باید یک کمتر خاکسارانه تر رفتار کنیم، یک کمتر زمینی باشیم، یک کمتر با واقعیت ها نزدیک باشیم، با ملت گفتگو کنیم، کار کنیم. همون روز که فرار رسید ملت خودش میگه که برادر بیا حکومت رو تشکیل کن. حالا حکومت تشکیل میکنی، ملت در پهلوت نباشد، بالای کی حکومت رانی میکنی؟ همون رحمان بر این میشویم. رحمان هم حکومت دارد، قصرها دارد، ارتش دارد، امنیت دارد، اما چون ملت رو ندارد میترسد، از ملت خودش میترسد که حتی از زنها رو هم زندانی میکنه دیگر. ما با همون مانند نشویم، تکرار نکنیم، بلکه بیشتر کار کنیم. ولی برادران و دوستانی که این طرح رو پیگیری کرده ایستادن و دنبالگیری کرده ایستادن، با آنها برار میخوایم. حتی من گفتم در همون صحبتم با شرافالدین که حالا این معنی نداره که شما از این طرح دست بکشید. اگر موفق شدید و کارتون نتیجه داد و ما درک کردیم که نظری ما خطا بوده است، مطمئن باشید اولین کسی که میآید به شما میپیوندد و اعتراف میکند که نظرش خطا بوده است من هستم، من خودم میبینم. اما الان در این مرحله نظر من این است که این کاری درست نیست. ریسورس های ما رو، انرژی ما رو به جای انجام دادن کارهای واقعی به یک بحث ها و تقسیم منصب و قدرت ها و اینا میکشاند که کاری خوبی نخواهد بود.